5 سال میشه در خانه ما زندگی میکنم. به نام خانه به نام ملا قلندر همینجا زندگی میکنم. ملا قلندر تا 2019 1,500 سامان آرینده میشینم. تا 2019 صاحب 10 فرزند هستم. دیگه بچه های ما در مکتب 6 5 تا بچه ما در مکتب 6 درس میخوانند. 2 تا دختر ما در کالج اینجا میخوانند. بعد از 2019 ملا قلندر که خودش گم شد باز عروسش آمده از ما میگرفت 1000 سامان. تا امروز اینجا آمدیم مهاجر شده. تمام شرایط بر ما مساعد است. ما که شهروند خارجی هم هستیم. ما همین کرونا آمد ما را همین دکترای تاجیکی دادن در ما آورده دارو دوای ما را همینجا دادن. در تو چی میرسید که توی تو جایداد انداخته. ما قراره که از همسایه خبر شدیم یک خانه نه 5 6 خانه داره.